برای نصب میکروها مثلا میکرو CCN ماکس میکرو 4 تا گوشه داره، باید از قسمت چپش پایین حالا یا راست پایین فرقی نداره شروع میکنیم. 2 تا پایه اول باید فیکس کنیم جاشو. ببینیم من الان به هم میریزم، دوباره فیکسش میکنم. الان من این 2 تا پایه رو لعین میکنم. یه پایه هم بغلش. این 2 تا پایه الان فیکس شد. این مثلا اینجا تکون نمیخواه، این ضربه زنی که چرا تکون میخواه. الان میریم این قسم این وقت دوتا رو ما فیکس میکنیم. الان چون من این دستم پنسه اینجا رو لعین بزنید. این 2 تا پایه، این 2 تا با همه پایه ها فیکس میشن، سر جای خودشون قرار میگیرن. من زیر لوپ میارم، همشون فیکس سر جای خودشون میگیرن. من هر چقدر تکون میدم دیگه قسمتش که لعین زدم جدا نمیشه. 2 تا پایه رو لعین میزنید، این 2 تا رو میزنید، بعد میتونید هوا گرم بزنید و یه راحت سر جاش بشینید.